سلام علیکم تماشابینان گرامی. شوکت محمد با شما هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را تقدیمتان میکنم. سرخطی خبرها: محیدین کبیری تروریستی و اکستریمیستی اعلام شدن پیمان ملی تاجیکستان را عاصمه سرانه و غیر قانونی عنوان کرد. سامان محمد بیکوف گشتیگیری شناخته تاجیک اولین بار در تاریخ جدای تاجیکستان قهرمان جهان میان جوانان شد. در روسیه برای میانروان قید بود و باش جزا سنگین می شود. ساعت پیش محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان در بخش مستقیم به گفتگوی نوبتیش پرداخت. کبیری درباره قرار اخیر دادگاه عالی تاجیکستان مبنی بر تروریستی اکستریمیستی اعلان شدن پیمان ملی تاجیکستان صحبت کرد و موضع پیمان ملی در خصوص این قرار غیرقانونی را بیان نمود. همچنین رهبر پیمان ملی به پرسش شهروندان نیز در این برنامه پاسخ داد. رهبر پیمان ملی تاجیکستان اظهار نمود که مقامات تاجیکستان ضمن متهمسازی یک نفر بدون اینکه تفتیش و مرافعه سودی صورت گیرد الکی عیب اعلان کنی را سر میکنند، چی رسد به یک سازمان سیاسی. مقامات که بدون هیچ ملاحظه قادر است با چنین قانون شکنی آشکار دست زند. من کردن یک حزب، یک سازمان و اعتراف کردن او همچنین یک سازمان تروریستی کاری ساده و اندک نیست. ما میدونیم از رسانه‌ها، از تجربه حقوقی کشور که حتی اگر یک مثلا دزدی خود هم رخ بدهد، یک راهزنی، یک کاری نه آنقدر سنگین در تاجیکستان یا قانونشکنی رخ بدهد، شما میبینید که هم مقامات امور داخله، هم مقامات تفتیشاتی، پروکراتورای گنرالی، دادگاه بلافاصله آن را رسانه‌ای میکنند و تا اینکه مردم از آن آگاه باشند. چگونه میشود نسبت یک سازمان که عبارت از 4 تشکیلات هست و اون هم سازمان اپوزیسیونی، سازمان سیاسی، یک پرونده را آغاز کرد و جامعه را در جریان نگذاشت. محیدین کبیری گفت تصمیم تروریستی و اکستریمیستی اعلان کردن پیمان ملی تاجیکستان نهایت عاصمه سرانه و بدون هیچ سنجش گرفته شده است. و خب اگر بالفرض حالا نمیدونم با هر دلیل پروکراتورای گنرالی لازم دانسته است که این مسئله را از مردم تاجیکستان پنهان نگه بدارد، دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان چرا بعد از آن که این پرونده وارد شد اعلان نکرد که چنین یک عریضه از طرف پروکراتورای گنرالی وارد شده است؟ حالا بگذریم از این، هم در اون مرحله اعلان نکرد. اگر قرار را قبول کرد، برای چی 2 ماه تأخیر کرد در اعلان این مسئله و اون هم برای چی در روز تعطیل در سایت خبری خود گذاشتن؟ اینجا سوالها خیلی زیادند و تمام این سوالها و فکتها، دلیلها بیانگر آن هستند که هیچ محکمه نگذشته است و هیچ عریضه دعواگی از طرف پروکراتورای گنرالی تا 15 اوگوست وارد نشده است و احتمال زیاد دارد و طبق آن معلومات هایی که ما از پایتخت از دوشنبه گرفتیم از سرچشمه های معتمد، این قرار درباره من و درباره تروریستی اعتراف کردن پیمان ملی جمهوری تاجیکستان بعد از انجام کنفرانسی OBSE در شهر ورشاو در یک حالت بسیار عصبانی و در یک حالت سراسیمه‌وار گرفته شده است. بعد سخنرانی رهبر پیمان ملی تاجیکستان به یک چند سوالهای کاربران شبکه‌های اجتماعی جواب داد. همچنین رادیوی پیام به 3 سوال شنوندگان خود از محیدین کبیری در این صحبت آنلاینی جواب گرفت. به سوال رادیوی پیام که پرسیده شد پس از شروع عملیات نظامی ترکیه در سوریه 10 زیاییان و شخصیت‌های نمایان تاجیک آن را محکوم کردند و گفتند اردوغان دست از کشتن مردم کرد بردارد. همین زیاییان وقتی 10 تاجیک در زندان‌های تاجیکستان کشته شد، 10 نفر بیگناه زندان شدند، صدای بلند نکردند. چرا امروز ما خودکش و بیگانه پرور شده ایم؟ علت در چیست؟ محیدین کبیری در جواب گفت پیش از همه خرسند است که حیثیت انسان دوستی زیاییان تاجیک غلبه کرده است و ظلم را محکوم کردند. کبیری گفت امیدوار است که در آینده این نفران به خاطر هموطنان خود نیز صدا بلند خواهند کرد. خدا را شکر بگیم که حداقل در یک قضیه بین المللی
برخی از هموطنان ما صدا بلند میکنند و شاید که جرأت و جسارت بلند کردن آواز نسبت هموطنان خودشون در زندانها را ندارند، اما اگر نسبت یک قضیه بین المللی دیگر، چه در افریقا، چه در آسیا، چه در سوریه، اگر صدا بلند کنند، طبیعی است که آنها زندانی نمیشن، مالکیتشون گرفته نمیشود و از همین طریق آنها یا قرض انسانی خود را انجام میدن، قرض تاجیک بودن یا که ایرانی اصل بودن. برای مثال اگر که نسبت دخالت ترکیه یا هجوم ارتش ترکیه به خاک سوریه بخصوص در اون منطقه کردنشین صدا بلند کرده باشه، من فکر میکنم اینجا بیشتر با دلیل آنکه یک قرابت ارقی بین ما تاجیکان و کردها هست و حالا نه به خاطر آنکه کی حق است و کی ناحق است، فقط به خاطر همدلی و همرأیی با همجنس، همخون و همفرهنگ و همدین خود هست که این هم خدا را شکر که حداقل در یک مسئله این هموطنان ما صدا بلند میکنند. من امیدوارم که مرحله بعدی این عدالت خواهی و انصاف طلبی آنها بیشتر رشد خواهد کرد، جوش خواهد زد و خواهند دید که در وطن خودشان، در نزد خودشان هم جنایت‌های صادر می‌شود، تجاوزهای صورت می‌گیرد و انشاءالله روز می‌رسد که نسبت این هم صدا بلند خواهند کرد. به سوال دیگری رادیوی پیام، آیا پیمان ملی تاجیکستان لایحه قانونی افرا که اعلان شد و باید به نزدیکی صورت بگیرد تحلیل نموده است؟ به اندیشه شما در این 20,000 نفری عفو میشدگان آیا محبوسانی که اکثر به خاطر دیگراندیشی زندان شده اند شامل خواهند شد یا نه؟ محیدین کبیری چنین پاسخ داد: متاسفانه اکثر زندانیان سیاسی ما شامل این عفو نخواهند شد و شاید برخی از آنها شامل شوند، چون اونجا بعضی استثناهای دیگر رو هم وارد کردن که کسانی که با ماده‌های تروریسم محکوم شدند یا کسانی که گناه خود را اعتراف نکردند و طلب عفو نکردند، اونها شامل این عفو نمیشن. شما میدونید که اکثر زندانیان سیاسی ما با همین ماده ها محکوم شدند یا آنها گناه خود را اعتراف نکردند و من میترسم و نگران آن هستم که آنها شامل این عفو نخواهند شد. اما این عفو هم یک عفو معمولی است. ما وقتی که سالهای قبلی هم در پارلمان قانونهای عفو را یا قبول میکردیم یا پیشنهاد پرزیدنت را تصویب میکردیم درباره قبول قانون عفو، معمولا همین گونه عفو قبول میشد که شمار زیادی از زندانی ها شامل عفو میشدند و معمولا کم آدم ها از زندان آزاد میشن، بلکه اکثر این 20,000 کسانی هستند که یا سال زندانیشون کمتر میشود، 2-3 سال بعد تا 5 سال، یا کسانی که در مرحله تفتیش و محاکمه هستند اونها بخشیده میشوند. و در هر صورت همه گونه قانون عفو خوب است، مثبت است، حالا فرق نداره که اون با چه نیت و غرض قبول شده است، اما نتیجهش این میشود که یک مقدار از هموطنان ما جزایشون سبکتر میشود، برخی به نزد خانواده‌هاشون برمیگردند. اما این نکته را باید گویم در اینجا که مردم عزیز باید خیلی هوشیار باشند، خیلی تلاش کنند که مورد سوء استفاده منصبداران قرار نگیرند، چون از تجربه میدونیم که در همین شب و روز دری فساد و رشوه‌ستانی باز میشود. اونهایی که باید این قانون را عملی کنند و بدون استثناء هر چیز زودتر مسئله را کشال میدن، حتی برخی از زندانی ها را میترسانند با آن که فریب میکنند، میگن که مثلا شما وارد این قانون عفو نشده اید، اما اگر فلان مبلغ را به ما بدهید ما شما را مورد عفو قرار خواهیم داد، در صورتی که قانون الکی آنها را عفو کرده است. اما اینها استفاده میکنند از این قانون و خش و تبار زندانی ها را میترسانند، فشار میارند خود زندانی ها را، و این یک موسمی هست که کسانی که قانون در دستشون است، کسانی که مسئول زندان ها هستند، صدها میلیون و شاید میلیاردها دلار کار میکنند از حساب زندانی ها، از حساب خش و تبارانی آنها. من دعوتم از همه هموطنان این است که مورد سوء استفاده قرار نگیرند، یک کمی صبر کنند. اگر قانون عفو پیش بینی کرده است که این قانون در دوام 3 ماه عملی شود، 3 ماه صبر کنند. اگر در دوام 6 ماه است، 6 ماه صبر کنند تا اینکه این نزدیکان آنها بدون کدام پاره و رشوه دادن از زندان آزاد شود، این مبلغ را در یک کاری بهتر صرف کنند. اگر بالفرض
آزاد نشد، شما میتونید به دادگاه مراجعت کنید، به پروکراتور مراجعت کنید و تقاضا کنید که این نزدیک شما، خش شما باید عفو میشد و بلافاصله باید که عفو نسبت او تطبیق شود. سوال آخرانی رادیوی پیام در این صحبت مستقیمش به محیدین کبیری این بود که برای با راه مسالمت آمیز به نتیجه رسیدن برای معین سازی و علامت گذاری در مرز با قرقیزستان پیمان ملی تاجیکستان چی پیشنهادی دارد؟ پیشنهادی که در آن تمام منفعت‌های ملی حفظ شود؟ اولین کاری که حکومت تاجیکستان میکند باید پشتیبانی کامل خود را از مردم مرزنشین تاجیک نشان بدهد، به خصوص این فعالیت ها و قانونشکنی هایی که مثل ابلاغ و اینها را در بین مردم چارکوه و واروخ اینا قطع کند. بلکه علاوه بر این باز تکرار میکنم، مردم چارکوه، مردم واروخ و بسیاری مردم مرزنشین تاجیکستان تا وقتی که مردم دارد از مرزهای خود دفاع میکند از خدمت ارتش آزاد کرده شوند. این کمترین کاری است که حکومت تاجیکستان برای مردم خودش میکند. اگر حکومت تاجیکستان که از دستش کار نمیآید به مردم اجازه دهد مردم را پشتیبانی کند، همین ملت تاجیک خودش مرزهای خودش را حمایت کرده میتواند. اما در مسئله علامتگذاری مرزها اینجا باید که اراده هر دو طرف باشد و مردم قرقیزستان پشتیبانی از حکومت خودش میکند و حکومت قرقیزستان هم که یک حکومت انتخابی هست و میداند که ملتش در پشتش است، با تمام قاطعیت و جسارت پیش می رود و حرف برای گفتن دارد. حکومت تاجیکستان که یک حکومت از مردمش جدا شده هست، از طریق انتخابات مردمی سر قدرت نآمده است، یک حکومت فساد زده هست و از مردم که میترسد نمیتواند به مردم پشتیبانی کند. برعکس از قرقیزها دیده از مردمش بیشتر میترسد و تمام اون نیروی ارتش و پلیس و امنیتش رو به جای آنکه در مرز ماند و علیه کشورهای دیگر استفاده کند، علیه ملتش استفاده میکند. من فکر میکنم اینجا باید اراده قوی داشت و روند علامتگذاری را در یک حالت بسیار طبیعی و با نظرداشت منفعت‌های ملت و دولت باید که آغاز کرد. در همین شب روز اگر روند علامتگذاری آغاز شود، من مطمئنم که حکومت تاجیکستان بای خواهد داد، چون تجربه نشان داد قرقیزها در این مسئله خیلی با اراده هستند، قوی هستند، قاطعانه رفتار میکنند و بعضی اهرم‌های فشار دارند که از آن استفاده میکنند، مثل اون تجارت خانوادگی رحمانوف که بسیاری مالهای قاچاقیشان از مرز قرقیزستان میگذرد و این معلومات ها را حکومت قرقیزستان دارد. برآمد پروژه رهبری پیمان ملی تاجیکستان فردا 18 اکتبر ساعت 13 و تکراری آن ساعت 19 به وقت مسکو در رادیوی پیام صدا خواهد داد. مهاجران کاری تاجیک که در وقت کار امکان تماشای این نوا را ندارند می توانند توسط تلفن همراه با کمک یک گوشی این و دیگر برنامه‌های رادیو پیام را گوش کنند. در مسابقه بین المللی در مراکش اولین بار در تاریخ جودوی تاجیکستان سامان محمد بیکوف گشتیگیر شناخته تاجیک امروز 17 اکتبر قهرمان جهان در رشته جودو شد. این مسابقه بین افراد تا 21 ساله جریان دارد. در این مسابقه محمد بیکوف 6 رقیبش را شکست داد. Moving away from him, just it made Mahmoud Bekov defend it. Right. Really didn't threaten him. So he's staving off that third penalty at least. Yeah. Under 30 seconds left in regulation time. Still no Just score. got to get the hand back over. You can't hang on there for too long. There we go. Oh, and is he taken that over? Oh, he boned. So Elbakiev did what he needed to do. He really tried to come in with that uranage, but سامان محمد بیکوف در وزن 73 کیلوگرم در دور نهایی با گیورگ البکیف از روسیه قوا آزمایی کرده دست بالا شد و صاحب عنوان قهرمان جهان عاید به جودو گردید. هرچند خانواده سامان محمد بیکوف از خانواده ورزشکاران معروف تاجیک محمد بیکوف ها هست و آنها در شهر ایرکوتسک فدراسیون روسیه زندگی می کنند، در همه مسابقه ها همچون عضو دسته منتخب تاجیکستان برآمد می کند. در مسابقات قهرمانان جهان میان نوجوانان تا 21 ساله که در مراکش دوام دارد و تا 20 اکتبر ادامه می‌یابد، 517 ورزشکار از جمله 294 مرد و 223 زن از 81 کشور جهان شرکت دارند.
گفتنی است به غالبان مسابقه بجز از مدال و دیپلم جایزه های پولی به جای اول $2500، جای دوم $1500، جای های سوم $850 داده می شود. اکنون چند خبر و رویدادهای دیگر را همکارم صفیه واحدова گزارش می دهد. مجلس نمایندگان تاجیکستان با درخواست کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد با کودکس جنایی کشور درباره ممنوعیت مجازات شکنجه متهمان و زندانیان اصلاح وارد کرد. رستم شاه مراد وزیر عدلیه تاجیکستان هنگام ارائه طرح اصلاح قانون جنایی کشور در مورد شکنجه گفت با تصویب این اصلاحیه اکنون اشخاصی که در تاجیکستان بازداشت شدگان و زندانیان را شکنجه میکنند از 2 تا 5 سال محکوم به زندان خواهند شد. این در حالی است که پیش از این شخصان متهم به شکنجه با پرداخت جریمه پولی از جوابگری خود را نجات میدادند، اما اکنون در صورت اثبات شکنجه شدن بازداشت شدگان متهم به جنایت و یا زندانیان شکنجهگران از 2 تا 5 سال به زندان محکوم خواهند شد. در صورت تکرار شکنجهگری و آسیب رسانیدن به سلامتی بازداشت شده و زندانی، پلیس و کارمندان زندانها می توانند از 5 تا 15 سال به زندان محکوم شوند. اصلاح و تغییر به قانون کیفری تاجیکستان در حال وارد می شود که 17 نفر از ساکنان شهر دوشنبه علیه فرهاد نورخانوف، معاون مدیر اداره مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته پلیس شهر دوشنبه و 3 همکارش به اتهام شکنجه شکایت کردند که محاکمه آنان در دادگاه ادامه دارد. علاوه بر این شکنجه شدن ده‌ها بازداشت شدگان متهمان به جنایت و زندانیان رسانه‌ای شده است. در روسیه جوابگری برای میانروی در تشکیل مهاجرت غیرقانونی سخت‌تر می شود. در این باره دومای دولتی روسیه روز 15 اکتبر قانونی را به تصویب رسانید که طبق آن اکنون فرد مجرم تا 7 سال از آزادی محروم شده از او تا 500,000 روبل جریمه ستانیده می شود. بر علاوه تا 3 سال بازداشت معاش و دیگر نمودهای درآمد پیش بینی شده است. حامیان حقوق مهاجران میگویند قانون نو بیشتر آنها و نمایندگان جمعیت‌ها را هدف قرار می‌دهد. این لایحه را دوما یا مجلس شهر مسکو پیشنهاد کرده بود و روز سه‌شنبه از طرف مجلس فدرالی پالاتای بالایی پارلمان روسیه تصدیق شد. بر پایه علاوه‌ها در کدکس جنایی و جنایی مرافعه‌ای روسیه تشکیل مهاجرت غیرقانونی با یک نشانی نو ثابت می‌شود که آن هم سوی استفاده از وظیفه خدمتی میباشد. حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه کریم جانیاروف به رادیوی آزادی گفته است چون این قانون پیش هم وجود داشت اما این دفعه جزا سخت‌تر شده است. ماه ایول در شهر مسکو مفتشان همراه با خدمات امنیتی فدرالی 3 کارمند ریاست امور مهاجرت را یکجا با چند منصبدار دیگر با اتهام تشکیل مهاجرت غیرقانونی دستگیر کرده بودند. تخمین می شود که آنها در سال 2018 به 190 مهاجر با راه غیرقانونی به اصطلاح رجیستراسیون فراهم کردند. مربوط به مشخص سازی خط سرحد و گذرانیدن کارهای معین کنی و علامت گذاری در مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان معاونان سروزیران این دو کشور واخوری و گفت و شنید انجام دادند. ملاقات عظیم ابراهیم و جنیش رزاقوف دیروز 16 اکتبر در شهر بادکنت قرقیزستان برگزار شده است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی حکومت قرقیزستان امامعلی رحمان و سارانبای جینبکوف، پرزیدنت های تاجیکستان و قرقیزستان در شهر اشقابات ترکمنستان ضمن برگزاری نشست سران اتحاد دولت های مستقل با موافقه رسیده بودند که این واخوری معاونان سروزیران دو کشور در شهر بادکنت صورت گیرد. در این ملاقات جانب‌ها در مورد فعالیت دائمی گروه‌های کاری برای حل سریع مشخص‌سازی خط سرحد به توافق رسیدند. گفتنی است در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در خود یک سال اخیر 12 مراتب مناقشه‌های خونین به عمل آمده جان چندین نفر تلف و 10 نفر زخمی شدند. مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر است و تاکنون 504 کیلومتری آن معین و علامت گذاری شده است. بحث و گفتگو سری مناطق باقی مانده سالهاست ادامه دارد ولی تا حال نتیجه دلخواه به دست نیامده است. خورشید زیایی معاون اول دیرکتور مرکز تحقیقات استراتژی جمهوری تاجیکستان تعیین گردید. خورشید زیایی در این وظیفه سیاستشناس سیفالله سفرов را که با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چند ماه قبل برکنار شده بود عوض کرد.
گفتنی است سیفالله سفرов در حالی از وظیفه برکنار و به نفقه گسیلانیده شد که در نشست سال گذشته سازمان امنیت و همکاری اروپا نتوانست هیئت زیر رهبری او از منفعت رژیم تاجیکستان دفاع کند. بعد یک مدت کوتاهی برگشت هیئت نمایندگان حکومت تاجیکستان از نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا از وظیفه سبکدوش شد. بعد برکناری سیفالله سفرов تا تعیین شدن خورشید زیایی، این کرسی معاون مرکز تحقیقات استراتژی جمهوری تاجیکستان خالی بود. خورشید زیایی دکتر علم‌های فلسفه بوده تا این زمان در وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان ایفای وظیفه داشت. قبلا مدتی چندین سال رکتور دانشکده دولتی زبان‌های تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده بود. اینجا برنامه امروزی ما به نهایت خود رسید. مطلب و تحلیل های دیگر ما را در پایگاه پیام نقطه نت پیگیری کنید. هر خبر و رویداد را شاهد شدید لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو یا تلگرام فرستید. لطفاً مشتری شدن به کانال یوتیوب ما پخش تگمه معقول شد، پخش تگمه زنگوله فراموش نشود. این به شما امکان می‌دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال با خبر شوید. الله مهربان حفظتان کند. خیر تا روزی دیگر.